چه صدایی؟ میو میو یا خدا، یا چپ راست چپ یا روحانی یا خیر نسا و پتوهولی درود بر بروسلی ای خدا این چه کوفتی بود یا خدا برو دانش برو حتی فاصله رو رعایت کن کرونا آمده باید حتی فاصله تا یه متری رعایت کنید جنوبی دادی میکشی برو یه خود فاصله بگی مرز یا بگیرش میاز پاور هنوز نشناختیم جان شده شیرین به تو دل دادم جان خودتونشون بده یا خدا سونیک تو که منو ترسوندی. خیلی خوب میتونی برای نگهبانی بری اون ور وایسی نگهبانی بدی. شنیدی چی گفتم برو بشین اون ور نگهبانی بده. بر چی مثل وزق زل زدی؟ برو به تمرگ اون ور دیگه. سونیک سک تو روحت اصلا کمک نمیخوام گوتو گم کن. باشه خودت خواستی. چی شد؟ تو روحت بایستم ببینم. نکبت با بن سلمان مو نمیزنی. بیا اینجا یه ذره دیگه با این دستی. همون بهتر که رفت. نکل ساعتا پرفکت داشتم نمیرسه امشب هالووینه. اگه برا به این شکل ببری حتما قیافش ریخته میشه. باز شد؟ نه خرپشت کنه ریخت رقصش همشه جلوی چشامه. دلم میخواد با همین دستا بگیرم خفش کنم. ولی این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری نیست. این باور من با داشتن این الماس کنترل یک باور برای همیشه شر و موجود خلاص میشم. اسم سگ گرفتی با چوب دستت باشه. باز دیگه چه برگتونه؟ این که سونیکه حتما اومده الماس خوشبلم ازم بدزده.
نه بابا یاره به قیافش نمیخوره. نگاه کن چه پیش نازو تو دل بره آخه. کی نازه؟ اصلا میدونی وحشی تو باز چند تا از دم و دستگاه منو زده ترکون. کدوم گوری پری؟ این سری چطور خوشه چه بود تو سفینه؟ خوشحالم که دوباره میبینم دکتر رباتنیک. یاست خود دوست این همیشه بهم میگفت تخمه برقی. دوکی یه حسی بهم میگه این یاره اون سونیک نی. یه حسی هم به من میگه الماس من پیش شما کله پوکاست. تو دیگه کدوم خری هستی؟ اصلا میدونی جلوی کی وایستادی؟ تو فکر میکنی جلوی کی وایستادی؟ بذار حدس بزنم. اما ترامپ؟ نه، من فرمان روای شیاطینم، دمنده تیرگی و مرگ، رئیس دنیا و این جهان. تو؟ رئیسی؟ کیش خنده داره؟ برو بینیم بابا موسوی تو رئیسی. برو بینیم بابا کیش میش. سرشو میخوای تهشو میخوای همشو میخوای. دوست داری؟ بیا بخندیم. دوکی جان سرتو بدوی. الان وقت مسخره بازی. دخمه مرغ هم بکن. تو کجا؟ چین فنگ فیلم جدید کرونا وارد می شود. کرونا خارج می شود. بیشی بد آخش رفتم. اینجا دیگه پایانه بازه جونو بر همه یه روبت ها. حتما مدرم نمیشم. بوس بوس بای بای. میام بابا فهمیدی الکی گفتم. نگاه کن الماس هنوز دست منی. بابا ایول فقط راه عوضی اومدی باز بری اون ور. آخیر حالی دی حالش دنده. ولی اون ور الان جهنمه بابا. گور باباشون بیاد دریم. ببین در کاتون رو باید کل خر رو بیفتم مالا بیاد. فرار کن اشتب کردم. نه من وای نیستم تا آخرین قطره روغنم و حتی با قیمت کار بداتورم چون که دوکی دیدی گفتم. بندازش خالیم. بگیرش دوکی. بده بیو یا بخورش گوسفند. جان همینه دیگه بالا من خوشمنه. برو پیکار برو چقدر بیشتر برو شما کار شما افتادی تاثیر در کرونا و همه مغازه رو بگردن سفت بستن. برو یه وقت دیگه. دهان سرویس تو از منم سریع تایی چطور تونستی؟ ای تتلو میمیری حالا بازی تمومه. یالا بفرما. تو فکر کردی میتونی منو بکشی و شکست بدی؟ حتی اگه منو تیکه تیکه کنی باز من سر همیشه و میام سرایم. من دوست دارم که به خدمت خودم میگیرم. اون وقت میام سر وقت تو رو مثل یه سگ.
حالا بازی تمومه. نه؟ دوکی جان شما ردیفی؟ یاره جواب بده یاره. اون بر میگرده. شما برید خودتون آماده کنید. باز به شکار این هیولا برید. نمیدونم برای چی این همه سعی بیهودی کردم وقتی چنین سلاحی میتونه مال من باشه. با کمک اون من امپراتوریمو توی دنیا راه میندازم. بله دکتر.